سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 23 ینور تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مثل مافیا بودند، مردم از ظلم آنها به داد آمده بود. یک فرضیه از کار راندن دهها رهبر نهادهای قدرتی کولاب و ختلان. در سوختار بازار سماره مهاجران تاجیک ضرر زیاد دیدند. در نوسیبیرسک یک مهاجر تاجیک دخترش را از بالکن قبت پنجم به زمین پرتافته است. پیروزی تاریخی تیم ملی تاجیکستان بار اول به شکنی‌های جام آسیا راه یافت. تا بهار زنده مانم شاعر تاجیک مهاجر عبدالواحد جبارپور را در روسیه با سکته قلب بستری کردند. و اکنون تفصیلات خبرها. یک باره در جریان جلسه شورای امنیتی از کار پیش کردن رهبران تقریبا همه نهادهای قدرتی منطقه کولاب و ولایت ختلان از جانب پرزیدنت تاجیکستان یک چند روز باز یک موضوع اساسی ورد زبانها باقی میماند و فرضیه های مختلفی را درباره سببها و چنین پاکاری جدی در صفای مقامات حفظ حقوق و امنیت رو آوردن امامعلی رحمان به وجود آورده است. احمد ابراهیم سردبیر پیک یگانه نشریه مستقل در جنوب تاجیکستان در یک مطلب با نام پیشوای ملت میان کروپسیا را در ولایت ختلان در هم شکست کمکش کنید در صحیفه این نشریه در فیسبوک از ظلم این سرداران به داد آمدن مردم منطقه را همچون یک سبب پاکاری آنها نام برده است. احمد ابراهیم با آوردن روی خط منصبداران رانده شده می نویسد این نامگوی ناپوره همان مسئولان است که از ظلمشان مردم منطقه به داد آمده بود. این طایفه چنان متحد بودند رئیسان نواحی و شهرها هم از آنها هراس داشتند. هر روز کمش 10 نفر از ظلم آنها به هفته‌وار پیک شکایت می بردند. در ادامه مطلبش سردار پیک از پرزیدنت امامعلی رحمان ستایش کرده است که راه را به سوی عدالت کشاد و اکنون باید هم از یک گریبان سر برآورده در اطراف پیشوا متحد شده بهر پایداری عدالت و پایه‌های دولتداری باید مبارزه بریم. راه دیگر نیست. حالا باید ملت مطمئن باشد که پیشوای ملت همه را می‌بیند. رو افتاده نشوید. این اقدام را دستگیری کنید تا دیگر باره مافیا سر نبردارد. نگذارید که چنین مافیاها پایه‌های دولتداری را سست گردانیده استقلالیت کشور را زیر سوال گذارند. نباشد حال همه بد می‌شود. احمد ابراهیم همین طور اجرا نشدن نقشه دعوت به صف قوه‌های مسلح را نیز نتیجه غارتگری همین طایفه نامیده از جلسه جنبسته حکومت شهر کولاب و سخنرانی نماینده حکومت جمهوری دایر به آبادانی شهر کولاب بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی وزیر نقلیات جمهوری عظیم ابراهیم نقل قول کرده است که او رو به کمیسیه حربی آورده خیلی آشفته گفت که من از همه کردارهای شما با خبرم، افسوس که از دستتان نقپیدم. البته وزیر سلدت فروشی را در نظر داشت و درست هم قید کرد مسئولین رذیل به جای پر کردن نقشه کیسه پر میکردند و دعوت شدگان را با هر راه و واسطه میگریزانیدند. می نویسد مؤلف مقاله. یادآور میشویم که روز 19 ینور سال 2024 پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که رئیس شورای امنیت این کشور نیز است در جلسه شورای امنیت از سطح پست کسبی ناهوده براری نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی راه دادن به حالت‌های کروپسیونی زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت‌های اکستریمیستی و تروریستی قاچاق مواد مخدر دست زدن بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق نظارت و ساختارهای نظامی به قاچاق مواد نشه‌آور و مال و محصولات به صف مقامات به کار قبول شدن شخصان تصادفی و غیر کسبی انتخاب و جابجاگذاری نادرست کادرها از جانب رهبران در ولایت ختلان و منطقه کولاب با آوردن مثالهای مشخص به تندی انتقاد کرد و سپارش داد که سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان و معاونان او، پروکورور ولایت ختلان و معاونان او، سردار گروه فوری ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت ختلان، سردار ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیه و مبارزه با کروپسیا، سردار یکچند ریاست‌های اگنتی نظارت مواد نشه‌آور، سرداران یکچند ریاست‌های اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نیز از وظیفه آزاد کرده شدند. پرزیدنت امامعلی رحمان همین طور خود همان روز با امضای یک فرمان امر داد که صف کارمندان
بازرسی دولتی اتومبیلی 30% اختصار کرده شود. ساعت 12 شب 23 ینور سال 2024 ساعت 00:09 دقیقه در مرز قرقیزستان و خیتای با ولایت شنجان چین زمین لرزه شدتش طبق جدول ریختر 7 بال به عمل آمد. بنا به اطلاع خدمات گیولوژی امریکا، مرکز زمین لرزه در فاصله 129 کیلومتر در شهر آیکول ولایت شنجان 264 کیلومتری از الماتا جلوگیر شده بود. مرکز زلزله نگاری وزارت رتبه فوق‌العاده ازبکستان خبر داد که مرکز زمین لرزه در حوزه اقصوی ولایت شنجان در فاصله 862 کیلومتر در سمت جنوب و شرقی تاشکند جایگیر شده. زمین در اینجا در عمق 15 کیلومتر لرزیده است. تقریبا بعد نیم ساعت زمین لرزه اول پی هم چندین پس لرزه آن با شدت 5.5 بال نیز به عمل آمده است، ولی ساکنان را از همه بیشتر اقتدار زمین لرزه یکم ترساند. شدت آن در الماتا 5 بال، در بشکک 4.5 بال و در تاشکند 3 بال را تشکیل داد. بنا به خبرها به ویژه در الماتا ساکنان را سخت ترسانیده است. بسیاری از ساکنان پایتخت جنوبی قزاقستان خانه‌های خود را ترک کرده با وجود 13 درجه سردی شب را در کوچه ها روز کردند. وزارت تندرستی خبر داد که 3 ساکن الماتا حتی از قبط‌های دوم و سوم بنا خود را به زمین پرتافته جراحت برداشتند. همین طور در راه‌های برآمد از الماتا به ویژه در اطراف نقطه‌های فروش سوزشواری تنبه به وجود آمده است. وزارت تندرستی قزاقستان خبر داد که در پی زمین لرزه دست کم 44 نفر برای کمک به طبیبان مراجعت کردند. وزارت ولایت‌های فوق‌العاده قرقیزستان بابک اجیبیکوف خبر داد که در این کشور یگان ضرر و تلفات ثبت نشده است. مقامات ازبکستان نیز عین خبر را دادند. کارگردان شناخته تاجیک برزو عبدالرزاقوف که در الماتا کار و زندگی میکند در فیسبوک تصاویراتش از زمین لرزه شبانه را چنین به قلم داده است: الماتا میلرزد. حتی در تاجیکستان زلزله خیز من چنین زمین جنبی سخت را احساس نکرده بودم. تیم ملی فوتبال تاجیکستان که بار اول به مرحله نهایی جام آسیا روی یافته بود، در مسابقه جام آسیا 2023 در قطر باز یک قدم تاریخی گذاشت و با کسب مقام دوم در گروه ا به مرحله پلی آف روی یافت. شاگردان پدر شگرد در دور سیوم و نهایی مسابقات گروهی در گروه ا در بازی با تیم ملی لبنان که شام 22 ینور سال 2024 در ورزشگاه جسیم بن احمد در شهر دافا با حضور قریب 12,000 تماشابین دایر شد، با حساب 2-1 غالب آمدند. آنها در حالی که تا دقیقه 80 بازی حساب به نفع تیم لبنان بود و داوران با استفاده از نظام ور 2 گل زده فوتبال بازان تاجیک، گل شیروان ماتوب شویف در دقیقه 5 اضافه شده قسم اول بازی و گل علیشیر جلیلوف را در دقیقه 69 حساب نکردند. در هر دو حالت داوران خلاصه دادند که این گل‌ها از حالت افساید زده شدند. در این بین تیم لبنان در دقیقه 49 توانست حساب را گشاید. در دقیقه 54 داور بازیگر لبنانی ها علی زین را کارت سرخ داده از میدان راند. در دقیقه 80 بازی بالاخره به پرویز عمربایف که بعداً بهترین بازیگر این بازی دانسته شد میسر گردید که حساب را در بازی برابر کند، اما نقطه نهایی را نوردین همروقلوف در دقیقه یکم وقت اضافه شده به قسم دوم بازی گذاشت. توپ زده او حساب را 2-1 به فایده تاجیکستان کرد. و هرچند داوران به یک گونه خیلی کم سابقه به این بازی 15 دقیقه اضافه کرد، فوتبال بازان تاجیک دیگر پیروزی را در دستان خود محکم نگاه داشتند. در ویدیوهای نشر کرده فدراسیون فوتبال تاجیکستان دیده می شود که اعضای تیم ملی تاجیکستان تجلیل پیروزی خود را در میدان آغاز کرده، سپس در حجره لباسی وزکنی، در اتوبوس و در نهایت در مهمانخانه ادامه دادند. سرمربی دسته متخصص خرواتی و آلمانی پیتر شگرد باشد خرسندی و احساسات خود را پنهان کرده نتوانست و تکرار به تکرار این شعار را میپرتافت که تاجیکستان به پیش. در بازی دیگر دور سیوم و نهایی در گروه ا میزبان از تیم قطر بر منتخب خیتای با حساب 1-0 غالب آمد. به این ترتیب در گروه ا قطر با کسب 9 امتیاز جای اول را به دست آورد. تاجیکستان با کسب 4 امتیاز جای دوم را گرفت و صاحب راحت دوم به مرحله یکش فینال نهایی جام آسیا 2023 گردید. رقیب تاجیکستان در این مرحله هنوز معلوم نشده است. خیتای با کسب
همگی 2 امتیاز در گروه ها جای سوم رو گرفت و لبنان با همگی 1 امتیاز در زینه اعظم آخر جدول جای گرفته است. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. صبح 22 ینوار سال 2023 در شهر سمارا در جنوب روسیه بازار کیروف، یکی از بازارهای لباس از همه بزرگترین در این منطقه، به کام آتش رفت. در این سوختار تاجران تاجیکی که در بازار کیروف مغازه‌های زیادی داشتند نیز ضرر دیدند. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که چگونه تاجران تلاش می کنند تا اقلاً یک قسم مالهای خود را از چنگ آتش نجات دهند. بنا به اطلاع رسمی، اولین خبر درباره سوختار در بازار کیروف به دست مقامات ساعت 9:31 صبح دوشنبه 22 ینوار رسید. به این نوبت درجه سوختار 2 را دادند. در اول میدان سوختار همگی 120 متر مربع بود، ولی دامن آتش به زودی به دیگر رسته‌های بازار پهن شده میدان آتش را از مرز 1000 متر مربع هم بیشتر کرد. در اول برای فرو نشاندن آتش 68 سوختار نشان و 22 ماشین سوختار نشانی سفربر کرده شد، ولی زور آنها نرسید و به این دلیل از کنل یک قطار رای آن سوختار نشانی را به کمک دعوت کردند. تنها ساعت 11:29 به سوختار نشانان میسر شد که پیش روی گسترش سوختار را بگیرند. سوختار اساساً ساعت 12:15 خاموش کرده شد. رهبر ریاست ایالت‌های فوق‌العاده ولایت سمارا الکسی استپانوف در جلسه حکومت ولایت گفت فرضیه اساسی سوختار رژیم صدموی کار ناقل‌های برق است. در ویدیویی که تاجیکان شاهد سوختار بازار کیروف به پایگاه خبری بامداد فرستادند دیده می شود که بازار در پنجه آتش قرار دارد. مؤلف ویدیو خبر می دهد که در این سوختار چندین کانتینر بچه‌های تاجیک از جمله کانتینر مال‌های غیرت پره به کام آتش رفته، کانتینر مال‌های میده‌چوده دوستان و چندین مغازه قاری محفوظ الله نیز سوختند. به گفته شاهدان از بین تاجران تاجیک در سوختار بازار کیروف از همه بیشتر قاری محفوظ الله ضرر دیده است. بازار لباس کیروف یکی از بزرگترین بازارها در سمارا به شمار می رود. در این بازار صدها مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان نیز کار می کنند. این بار اول نیست که مهاجران تاجیکی که در روسیه به تجارت مشغولند بر اثر سوختار در بازار و فروشگاه ها در این کشور ضرر می بینند. دادگاه نهایی کیروف شهر نوسیبیرسک روسیه روز 19 ینوار سال 2024 زاده تاجیکستان نصرالله خوجه منورف 44 ساله را بر اساس قسم 3 ماده 3 و قسم 1 ماده 105 کودکس جنایتی روسیه در سوی قصد به کشتار گناهکار شناخته به 7 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. منورف به آن گناهکار دانسته شد که شب 8 ماه سال 2023 دختر 20 سالش را دیده و دانسته از بالکن قبت 5 بنا به زمین پرتافته است، ولی دختر هرچند جراحت‌های زیاد برداشت زنده ماند. خود منورف در جریان تفتیشات و در دادگاه گناه را به گردن نگرفت و اصرار می‌ورزد که دخترش در زندگی شخصیش بعد ازدواج مشکل داشت و از این رو خودش قصد خودکشی کرده است، ولی دادگاه به این فرضیه باور نکرد. بنا به فرضیه تفتیشات شب 7 ماه سال 2023 منورف 44 ساله در حالت مستی در خانه‌شان دختر 20 سالش را لطوکوب کرده است. صدای داد و فریاد را شنیده زن همسایه آمده است که دختر را از زیر مشت و لغت پدرش نجات دهد، ولی منورف راه فرار را از خانه برای دخترش محکم کرده او را به درون خانه تیله داده است و در را بسته است. دختر برای نجات از مشت و لغت به بالکن گریخته است و از بالای دیوار بالکن گذشته است با این امید که این کارش شاید پدر بجالش را از ادامه بدرفتاریش منع کند. اما منورف آمده از دستان دخترش داشته است و او را چند لحظه در هوا معلق نگاه داشته سپس سر داده است. دختر بیچاره از قبت 5 بنا به زمین افتاده به صورت معجزه‌آسا زنده مانده است. ستونموره دختر در نتیجه افتادن آسیب دیده است، ولی طبیبان سر وقت به وی کمک رساندند و از مرگ نجات دادند. تفتیشات میگوید از کمک سر وقتی طبیبان و نیز فوراً به جای حادثه رسیدن کارمندان پلیس باعث شد که منورف سوی قصد به کشتار دخترش را تا به آخر رسانیدن نتوانست. در جریان تفتیشات منورف
به بیگانه‌ای خود اصرار ورزیده و گفت که دخترش میخواست خودکشی کند، ولی اهل خانواده‌اش به ضد او بیان دادند و گفتند که او حضرت زیاد مشروبات می نوشید و در حالت مستی خود را اداره کردن نمی توانست. در نهایت دادگاه او را به 7 سال زندان محکوم کرد تا در این مدت به عاقبت‌های رفتارش بیاندیشد. عبدالوای جبارپور، شاعر تاجیک مقیم روسیه را با نشانه‌های بیماری سکته قلب در شعبه کاردیولوژی بیمارستان ولایتی در شهر بلاگویشنسک ولایت امور در منطقه شرق دور روسیه بستری کردند. در این باره نشر چندین عکس جبارپور از بیمارستان کانال قوری اسمت در شبکه تلگرام خبر داد. از این عکس‌ها برمی‌آید که شاعر تاجیک مهاجر در بخش طبابت شدید یا اینتنسیوی بیمارستان ولایتی تحت طبابت قرار دارد. درباره وضع عبدالوای جبارپور معلومات دیگری داده نشده است. کانال قوری اسمت تنها این بیت جبارپور را در خبرش اضافه کرده است: تو بهاران زنده مانم یا نمانم، بهر یاران زنده مانم یا نمانم. عبدالوای جبارپور 39 سال دارد. او 9 ماه سال 1984 در دهه 70 در کوهستان جماعت شینگ در کنار شهر پنجکند به دنیا آمده است. عبدالوای جبارپور سالهای زیاد باز در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. اشعار او در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی به صورت پراکنده چاپ شده است، ولی تا کنون جبارپور شعرهایش را به شکل کتاب مرتب و نشر نکرده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.